он روزه بود که آینده من حل می شد. من تا ساعت 1 شب منتظر بودم. منتظر پیامک مرکزی ملی تستی. هورا! به دانشگاه داخل شدم. هر صدای تلفن دلم را می لرزاند. گویا تقدیر در یک پیام پنهان بود. روزی اولی رفتن به دانشگاه من خرسند بودم. وقتی به صحن دانشگاه رسیدم با خود گفتم اکنون تمام آرزوهایم عملی می شود. روزها می گذشتند، ماهها، سالها. اما من حالا هم به آرزوهایم نرسیده بودم. این مرا سخت غمگین می کرد. با خود می پرسیدم چگونه می توانم زندگی را دیگر کنم. به یک خلاصه آمدم. زبان انگلیسی را می آموزم. به کورس زبان آموزی رفتم. آموختنش برایم خیلی پسند آمد. هر کلمه مثل داری بود به سوی امکانیت. عادل جان، بیا به دبی می رویم. مادر جان، پدر جان، من باید به مقصدهایم رسم. و بالاخره ما راه گرفتیم سوی دبی برای ساختن امکانیت های نو، برای زندگی دیگر.